نومیالی د دې وطن د عزتمن بوي خپل هدف ته برسېږي بریمن بوي نومیالی د دې وطن د عزتمن بوي خپل هدف ته برسېږي بریمن بوي نومیالی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دلوی او بخون که خدای تعالی په سپېڅلي نامه د دعوت راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د عزتمند خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې مونې الله دې وکړي چې روغ جوړ او د خوشحاله ژوند خاوندان اوسئ. قدرمنو دوستانو خوښ یم چې ور بیا زه احمدزوی او ما سره خپل ګران کمرمین سید حشمت کلکاني عزتمند خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یو. په دغه خپرونه مو ځانګړې خپرونه ده. په دغه خپرونه کې له خپل ځان سره خپل خوږ هیوادوال عبدالله اکبري لرو چې دا هغه څوک ده چې له هیواد نه بهر ژوند کوي او د کال یا یو کال بعد یا 2 کال بعد وروسته هغه کوم کاروبار چې په خارج کې لري همان کاروبار که در خارج داره و از امو جمعه پسیجه با می دوستایی که شما در عقب ما میبینین با فامیلای به بضاعت و یتیما و بعضی دارالایتام اینا مصاحبه میکنه. سلام حسین، خوش آمدید. تشکر زنده باشین. چقدر وقت میشه که میجا آمدین پس با افغانستان خوش آمدین؟ تشکر. ما 3 روز آمدیم، شاید 1-2 روز 3 روز دیگه باشیم با بخیر پس برم. ما انشالله تشریح میسازیم. اگر شما بگوین که این مردمایی که اینجا آمده چی پروسه دارین برشان؟ والا این تفلک ها اونجا هستند که دخترک هستند بینا نیستند و میخواهند که حافظ قرآن شوند. 4 سپاره قرآن یاد گرفتند، فعلا میخواهند دگاهشون یاد بگیرن. ادامه بتن میخواهم ما را چی شود که برشان زمینه مساعد باشه که کار کنن. این خانه بعد شما مصارف حفظ برشان میتین فیس و مصارف؟ بله. و خانمایی که اینجا بقیه ما شدن اینا همچنان میخوان خیاطی یاد بگیرن و بتونن که یک عاید داشته باشن در خانه و دیگر خانم‌ها را کمک کنن که اونا خیاطی یاد بگیرن. و همچنان و تفلکایی که اونجا هستن همچنان نو مریض هستن، یکشون قلبشون وار است، یکایشون همچنان مریض هستن. اونا را که چاره شود که تداویشون ادامه پیدا کنه و یا ای که جای پیدا شود که تداوی مکمل برش. انشالله که می پروتون با تلویزیون دعوت و برنامه عزتمند دوامدار میشه. حتما انشالله حتما. دو دام با شما همکاری که که برای ما مساعد می‌سازین زمینه را، چون برای من مدت کوتاه است که میایم اینجا نمیتونم که قسم یک چیز را فوراً تهیه کنم. شما کار میکنم. شما تشکر از ادامه کمک‌های شما که امروزیا دوام میتین. من نیستم در غیاب شما این کار میکنم. شما بله دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید. مادر که شما در اینجا میبینید اینا کسی هستن که 2 فرزند خود از دست دادن و شوهرشان موتر زده و ما چند قبل خانه اینا رفته بودیم، با اینا هم کلام شدیم و نانوار خانه نداره. تصمیم به این گرفته، به دفتر مراجعه کردم، ما با ایشان با تماس شدیم. قبلا بر شما یادآور شدیم که هموطن عزیز ما میخواد که با اینا چیزی پول قرضه بده به شکل قرضه، یعنی بدون سود. همان پولی که مشخص بر اینا داده میشه تا یک وقت مشخص بر اینا داده میشه، پس همان پول بر ازشان گرفته میشه. میخواد که از مادر بپرسیم که چی پلان داره، می قرضی که میگیره چی میکنه سرش و چی پلان داره. سلام مادر جان، خوب هستی؟ تشکر. زنده باشین. بلندتر صحبت کنین. همینجا که مراجعه کردین اگر قرضه بگیرین چی پلان دارین، چی میخرین و چی میکنین سرش؟ قرضه که گرفتم بچه قند مالداری میکنم که به خاطر رازق اولاد با پیدا کنم. مالداری مثلا گوسفند میخری، گاو میخری، چی قسم؟ گاو گوسفند کلش همون تو دیگه گدوات هر چی که فایده این باشه. از گاو گرفتم آن شیرش میگیرم، با گوسفند که گرفتم دیگه نگاه میکنم سودا میکنم که 4 قران شه بیاد. تا با لمیتر مالداری کرد تجربه دارین؟ ان شاء الله. در وطن خود چیز مشکل ندارین از نگاه جای؟ نه مشکل نداریم. اونجا خازات از زمین چیزا فریمان است. حداقل همینجا که تقاضا داری تا چند مال برات گرفته شود؟ تا زیاد باشه هنوز فایده ایم از بیادرم. تقریبا هم پولیش که مشخص کنین تا 1,80,000 چی خرد؟ اگر تا زیاد بده خب ما فایده از دیگه. این خو انشالله وعده میکنین که پول قرضه را پس میپردازین؟ انشالله. تشکر. زنده باشین. بله دوستان عزیز، مادر که شما میبینید اینا شوهر خود از دست دادن و تعداد 10 نفر فامیلشان است اینجا مراجعه کردن. امی طفلکشان مریض است و در ضمن ازی خواست ایشانی است که یک قرضه بگیره و از اون قرضه یک چیزی برشان به دست بیاره. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور است؟ تشکر. اول اگه درباره این طفلکتان معلومات بدین که چی شده است، چی مشکل داره؟ این طفلک ما
تقریبا یک در روزه بود که یک مریض شد سینه‌اش گرفت دیگه سرش حمله مرنجیت آمده شفاخانه اتاتر بستر بود اوجا که معاینات چیزش کردیم دیگه گفت که حمله مرنجیت است بعد از دیگه نتونستیم که در تداویش دوامدار پول پیسه چیز زیاد نبود که دوامدار تداوی کنیم اینال این مت مونده دیگه من میگم که اول از خدا دوی مشمو میشه که اگه می طفلم یک تداوی شود که بخیر جور شود که پدر خدا دست داده کس نیست که ما هیر خدمتش کنه گاهی ما هستم نیستم جوریست مجوریست خودم در تناسراتی زندگی از خیلی دیگه مشکل است. تشکر. امیدوار هستیم که همان هموطن عزیز ما که با اینا وعده کردن و اونا هم بتوانه که تداوی اینا را کنه و از خداوند متعال خواهان عزیز هستیم که می طفلک شفا بیابه. بله دوستای عزیز، خوارکایی که شما دیجا میبینید اینا کسی هستن که از نعمت دید چشم محروم هستن و اینا نمیتونه که از دید چشم مستفید شوه. طفلک خورده که شما میبینید اینا هم بچگه که از این هموطن از ما اینا هم نابینا هستن و راه دیده نمیتونه و از نعمت دید چشم اینا هم محروم هستن. اینا پدر اینا هستن و میپرسیم که اینا چی مصرفیت داره. سلام علیکم. چه مصرفیت لري؟ چی مصرفیت داره؟ کارچوانی میکنم. امی تفلکا امی قاری صاحبا که اینجا آوردین اینا چی مصرف داره و هموطن عزیز ما با شما وعده کردن ماهانه چقدر مصرف میشه و چند شما ایره پرداخته میتونین نمیتونین و هموطن عزیز ما با شما وعده کردن که برتون میپرداز ماهانه چقدر ضرورت داریم؟ ماهانه 5000 روپیه از یا مصرف میشه دیگه ضرورت داریم و وعده کرده میگه خداوند خیر بود برکت بودش زنده باشه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دوستای عزیز باز هم خوش آمده، جان سپاس که تا این دم برنامه با ما همراه بودین. دوستای عزیز بعد از سپری شدن 4-5 روز طوری که بر شما گفته بودیم که ما هموطن عزیز ما که اینجا آمده بودن و میخواستن که با 4 گزینه و یا 4 گروه مردم اینا کمک کنه. یکی او بود که قرضه میدن، دومی که اینمی طفلکای بی وضاحت هستن که مریض هستن و تداوی اینا میشه ولی دوامدار میشه. ما با این برادر رفتیم امروز در یک شفاخانه در کلینیک همان طفلکی هستیم که مرض مننجیت گرفته شه و برادر ما رنگمال است و گاه یک جای رنگمالی میکنه و هم برش پیدا میشه نمیشه، یعنی وضعیت اقتصادیشان تحت صفر است و امروز روزی است که ما به اینا رفته بودیم و در یک کلینیک اوجا ما پرسان کردیم و اونا گفتن که معالجه اینا امکان داره ولی به زودترین فرصت نمیشه، یعنی که در مدت 1 سال 1.5 سال الا 2 سال فقط یک معاینات کار داره و در ضمن ازی همان دوای دوامدار. خواستیم دوستای عزیز که ما با همان دکتر هم کلام شویم ولی متاسفانه که دکتر با ما وقت نداد، فرصت با ما مایه نساخت و از تصویر و از صحبت با در روی کامera اونا جلوگیری کردن. فقط در عقب پرده به ما معلومات دادن که این تکلیف معالجهش و یا تداویش امکان داره ولی به صورت دوامدار. امروز خواسته میشه که تیم برنامه عزتمند شما، همکارای ما و تیم برنامه عزتمند شما در تصویر میبینید که در حضور داشت اینها هموطن عزیز ما خواستیم از اینا فقط به شکل یک تعهدنامه گرفته میشه و در ضمن ازی پولی که بر اینا اختصاص داده شده برشان پول برشان تسلیم میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر فضل خدا. امروز که اوجا پیش دکتر صاحب رفتیم و برای شما معاینات داد، معایناتشون تکمیل شد؟ معایناتشون هنوز صحیح تکمیل نشده، مانده برای فردا که تکمیل شود که یک معاینات خون داشتن که ما دادیم شه و در مقابل خودم اون 3000 روپیه یک معاینات خون دادم. دیگه معاینات خون دیگه هنوز معلوم نیست، خواهن معاینات سرش هست دیگه گراف سرش میگیرن و دراش بیا معاینات زیاد دادن بوزی معلوم. امروز که اوجا رفته بودین چند افغانی در جیبتون بود؟ والا امروز ما اونجا رفتیم ما خود گفتم تا اونجا گفت ما یک 800 افغانی زیاد پیش من بود به خاطر که یک فیسش بود 2.5 پس ما گفتن بدون از اون که معاینات داد بگم من پیسه ندارم بکنم با خودم کلمه همکاری کردیم که ما معاینات شدیم. دوستان عزیز طبق گفته اینا برای ما یک شکل تارگت داده بودن و گفته بودن که ما ماهانه 13000 افغانی یعنی که ماه $200 بر اینا مصرف کار است. ما نظر به سنجش اینا مصرف 1 سال اینا را از هموطن عزیز ما گرفتیم و او را برشان تسلیم نماییم. قبل از اینکه پول برشان تسلیم نماییم همان تعهدنامه را از اینا میگیریم و خانه‌پوری میشه، بعد از او پولشان برشان تسلیم مینماییم.
دوستان عزیز، برای برادر ما مبلغ $2400 در نظر گرفته بودیم و طبق گفته اینا که ما امروز با اینا یک جا بودیم، اونجا که کلینیک رفتیم 800 افغانی داشتن. از پول خودشان $100 را برشان دادیم و $2300 در دست ماست که برای اینا تسلیم میکنیم و امیدوار هستیم که این تفلک صحتیاب شود و از شما هم میخوایم که دعا کنین برای این تفلک. خداوند تشکر، زنده باشی که شما که ما همکاری کنین، کمک کنین که توی طفل ما خوب شود. تشکر از شما. بخیر باشید. طوری که شما در تصویر میبینید همان هموطن عزیز ما هستند که 3 دختر نابینا و 1 طفلک نابینا داشتن و اینا گفتن که ماهانه 7000 افغانی اینا مصرف داره، یعنی که پول فیس حفظ قرآن عظیم شان اونا هستن. خوشبختانه که هموطن عزیز ما پول 2 ساله فیس اینا را پرداختن و ما انشالله موفق بی شدیم که پول از اونا بگیریم و طبق معمول و طبق امان لایحه ما باز هم هموطن عزیز ما در پهلوی ما استاد است و تیم برنامه عزتمند استاد هستن. امان فرم یا تعهدنامه که از اینا گرفته میشه او را خانه‌پوری میکنه، بعد از او فیس 2 ماه مدرسه شان برشان میپردازیم، چرا که اینا گفتن که اگر در اول ما قرآن کریمی که با قلم خوانده میشه، بعضی قلم و کتابچه برشان ضرورت میشه، دیگر ما انشالله ما و ای که به مطمئن شویم که اونا یک جای حفظ میکنه، انشالله تمام پولشان یک بار برشان میپردازیم. همان فرم آمده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خدا. لکه طوری که شما وعده کرده بودین که پولی که ما بگیریم انشالله در عرصه حفظ و در عرصه تعلیم دینی اونا مصرف میکنیم. انشالله مصرف بکو، هم دغه مصرف او هم دغه پاره بس کوشش کو چې دی یو قاری د قرآن او یو سیاسري دی نه دی چی نه دی چې دا صرف قرآن یاد کی مونږ به یا بنیو د خپل یو مړی رزق هم د دې نه پیدا کیږي چې ته ختم وکړي او هغه ته وکړي، مونږ ته هم ثواب رسیږي. دی ورور چې مونږ ته داغه کړه دی خیر و برکت ورکړي ان شاء الله تعالی. زه به ډیر کوشش کوم په دې باندې چې دې قاری د قرآن شي، دا ما د زړه کې خپل ارمان ده، دا ارمان به ما ان شاء الله تعالی زه به ډیر کوشش کوم چې پوره شي. تشکر. امیجا اسم ولدتان بگوین سیب. دستگل. دستگل. دوستان عزیز، طوری که شما قبلا هم شنیدید ما ماه $100 که مبلغ تقریبا 7000 افغانی میشه پول یک ساله فیس اولادای اینا را برشان میپردازیم که مبلغ $1200 است. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 امی $1200 است مصرف یک ساله اولادای. بس خدای دې ژوندي لري، خدای ما آباد لري ان شاء الله تعالی. بس موږ به دعا دې سړی ته ډیره کوو، بچان به مې دعا کوي چې دې صرف قاری د قرآن شي. له خیر مننه کوم. خیر. بله دوستان عزیز، طوری که شما در تصویر میبینید اینجا یک فرم دیگه ما داریم که یک هموطن عزیز ما قرضه گرفتن و نخواستن که در تصویر ظاهر شود، یعنی که در روی پرده بیاید و این به ما تعهد کرده که قرضه را پس تسلیم میکنه و ضمانتش هم شده و در ضمن ازی همان گوسفندایی که اینا میخره ما میتونیم مادما او را ببینیم و از اون نظارت کنیم و اطمینان بگیریم. ولی هموطن عزیز ما نخواستن که در روی پرده ظاهر شود و پول در روی پرده بگیره. مبلغ $950 است که برادر ما دمیج استاد است، برشان تسلیمش میکنیم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. باز هم خوش آمدید. طوری که برای شما گفتیم که همان هموطن عزیز ما برای ما مبلغ $15000 برای 4 گزینه حتی با شمول برنامه عزتمند با 5 گزینه، یعنی هدف از برنامه عزتمندی است که همان هموطن عزیز ما خوشبختانه یک مقدار پولی که ما در نظر داریم در ماه مبارک رمضان هر شب خانه هموطن عزیز ما بریم و با اونا مساعدت کنیم. برای او برنامه ما هم چیز پول در نظر گرفته. بدون از او پول 4 گزینه بودن که برای شما یادآور شدیم. یکی پروسه قرضه بود و دومی که با می قاری صاحبا اونا پول دادن و در ضمن ازی طفلکایی که با مرضای مبتلا هستن که اونا تداویشان علاج داره ولی اونا پول و یا همان واسه توان تداوی اونا را نداره. در تصویر میبینید که باز هم همان همکارای عزیز ما اعضای تیم برنامه عزتمند باز هم حضور دارن و در حضور اینا
طفلکی که شما در تصویر میبینین اینا را خواستیم و از دهن پدرشان میشنویم، طوری که شما در آغازم در جریان هستین که طفلکی که شما میبینی به سوراخ قلب مبتلا هستن و تکلیف سوراخ قلب داره. از دهن خود پدرشان میشنویم. سلام علیکم. جوریسی بخیر. تشکر، زنده باشین. به خاطر از طفلک ما او روز با شما رفتیم در شفاخانه جرمنیا و فرانسویا در شفاخانه فرانسویا. اونا برای شما چی گفتن؟ با ما حاضر نشدن که مصاحبه کنن ولی یک معلومات دادن. شما خودتون 2,20,000 اما قدرها مصارف داره. باز دیگه بحث ما بالاست. ما گفتیم باز که شما همکاری کردین خیر ببینین سلامت باشین. باز که شما که رفتیم اونجا برای شما حاضر نشدن. عکس العملش چی است فعلا نمی طفلک؟ یعنی که علائمش چی است؟ چی مشکل برش پیدا میشه؟ تاوب میکنه؟ کدام مشکل از این است که فقط 2 روز با 3 روز با سینه زیر میگیره، تاثیر سینهش تاو میگیرش، نه نزوفت پرکال مفته. فقط یک آدمه که آزارش بته باز اون زوف میکنه. اگه زیاد بتپم به تکلیف میشه زوف میکنه. اگه در خانه شیشتگی آمده ببینی که چپه میشه. تشکر میکنیم. پروسه برنامه ما طوری است که ما به شکل یک تعهد، یک فرم است که در دست استاد مسعود هموطن عزیز ما و همکار برنامه عزتمند ما، اینا شما چیزی میپرسه، شما میره خانه پوری کنین، بعدا پولی که در نظر بر شما گرفته شده برتون داده میشه. بله. خیلی اینجا نامتونه و نام پدر یار بنت میشه بگین نام؟ اسم ما نظر محمد. دوست عزیز، برای هموطن عزیز ما همان دوست ما مبلغ $3000 در نظر گرفته بودن که $3000 برای اینا میتیم و شما و ما برای اینا دعا میکنیم که خداوند می طفلک صحت کامل و شفای کامل نصیب کنه و از این تکلیف که مبتلا است خداوند شفای عاجل و کامل نصیبش کنه. دوست عزیز، سمی $3000 است که به خاطر تداوی از این طفلک برای شما مساعدت شده از طرف اکبر برادر براتون تسلیمش نمودیم و امیدوار هستم که طفلکتان صحتیاب و شفایاب شد. خیر ببینید، سلامت باشه، خانه‌تان آباد. دوست عزیز، طفلک دیگه که شما در تصویر میبینین امکان داره چند قبل شما برنامه اینا رو دیده باشین. اینا کسی هستن که پدر خود از دست دادن و همان برنامهش مشاهده کرده باشین که اینا تعداد فامیلشان 10 نفر است و تمامش اطفال خرد است و حتی در اون برنامه ما برای شما در تصویر نشان دادیم که بعد 10 نفر 3 تا نانبویی خورده بودن و یعنی از دست گرسنگی چند طفلشان خواب بردن. خوشبختانه که از جمع مریضایی که همان هموطن عزیز ما پول تداویشان میده، امی طفلک کم است که مادر شما خواستیم، یعنی ما پول به کسی میتیم که وکیلشان باشه یا پدر یا مادرشان باشه، ولی متاسفانه که اینا پدر خود از دست دادن. مادرشان امروز آمده و تا جایی که ما با دکتر صاحبا مشوره کردیم این طفلک انشالله نسبت به دیگرها همان طفلک قبلی که ما برشان پول دادیم به بیمار از مبتلا بودن نسبت به اونا این خوب است، یعنی انشالله به امید خدا که تداوی اینا زودتر میشه و خوبتر میشه، چرا که به گفته دکتر صاحبا که اعصاب اینا فعال هستن، یعنی اینا کسی را میشناسه و صدا را تشخیص میکنه، شخص تشخیص میکنه که کی هستن. انشالله ما امیدوار هستیم به همین پولی که برای اینا در نظر گرفته شده، مبلغ $2400 است که برایشان در نظر گرفته شده. یک فورم داریم که از اینا هم به شکل یک تعهد که پولی که اینا میگیره حتما در عرصه تداوی اطفال یا اولاد خود مصرف برسانه. مادر جان، امی طفلکتان صدا را خود تشخیص میکنه، یعنی گپ میفهمند؟ همه که گپ میفهمن، نفر میشناسه که بگوی خوار بیادرش پرسان کنی بچهش میخواد نشان میده که اون اومد، کل گپ میفهمن. خب قدر است که دیگه تا بالی امو بلندترین نقصی که برش خریدی چند افغانی خریدی؟ زیاد گرفتیم پدرش که زنده بود دیگه، دای دکترای چی نبردیم واسه ما نکشیدیم، دو روزا باز بردیم 3000 پدا و چیز شد. اینال دیگه نزی پس باش اگه خدا مهربان شود که اگه جور شود چه خب انشالله ما امیدوار هستیم که خداوند شفای عاجل و کامل نصیبش کنه. خوبتر شده یک ذره.
یعنی حالا کم کم تو کن لخچه کن میکنه صداش کنی تو خود کش میکنه بروی میندازه. انشالله ما یک ماه بعد یک و نیم ماه بعد اولش میگیریم. امیدوار هستیم که هموطنا و بیننده عزیز ما برای اینا دعا کنه و روزی برسه که خود امی تفلک گپ بزنه. نامشان دولت خان است؟ دولت خان. دولت خان تفلک با دهن خود گپ بزنه و بعد سپاه خود پیش روی ما شما بیه. امیجا یک فرم است، خودتان امو اسم ولد برای همکار ما بگوین که خانه پوریش کنه. خب اسمم بشک دولت خان. دوست عزیز، بر از این تفلک هم مبلغ $2400 در نظر گرفته شده که در دست همکار عزیز ما هستن و برشان حساب میکنه و همین پول برشان تسلیم میکنه. حسابش کو برید. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. همین مبلغ $2400 است مادر جان که به خاطر تداوی دولت خان برای شما داده شده و شما همیشه یک شستتان بانین. باز هم امیدوار هستم که خداوند شفای عاجل و کامل نصیبش کنه. اینجا بله دوستای عزیز، دستگل برادر شما میبینید کسی هستن که همان پدر 4 نابینا هستن و 4 اولادشان نابینا هستن. استاد مسعود برادر در ضمن ازی که عضو تیم برنامه عزتمند است، به شکل نماینده از همان هموطن ما که با ما مساعدت یا پول روان کرده، فیصله اینا به این شدن که همین مصارف 2 سالهشان یک بار برشان بپردازیم که در 2 سال مصارف 4 تن از قاری صاحبا یا فیسشان مبلغ $2400 میشه که $1200 شان قبلا برشان دادیم و $1200 دیگه شان مانده. اینا هم یک تعهد ما میگیریم که همین پول در عرصه تعلیم و تربیه اونا مصرف میکنه. همین پول همین چی خانه پوری میشه و پولشان برشان تسلیم میکنیم. دستگل $1200 دی چې 1200 مخکې درکړې وي، $2400 دی دغه د تاسو د ماشومانو یا د اولادونو د قران عظیم شان د حفظ فیس ده دروم. خدایم ژوندي لره، خدایم خوشاله لره. ان شاء الله تعالی موږ به ډیر کوشش وکړو چې د قاری د قران شي. مننه کوم، خوشاله اوسئ. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بله دوستای عزیز، باز هم خوش آمدید. طوری که شما برادر در پهلوی ما میبینید، اینا کسی هستن که نانآور خانه هستن و نانآور خانه دیگه کس نداره، یعنی که پدرشان حیات نیست، مسئولیت خانه به دوش اینا هستن. اینا هم تقاضا کردن که قرضه بگیره از ما و هموطن دیگه ما که با ما وعده کرده بودن که با چند فامیل مساق شما پول بتین به شکل قرض حسنه، یعنی بدون سود و مدت 1 سال برشان تعیین میشه و بعد از 1 سال ما پول خود میگیریم. همان مفادی که برای اینا میمونه مفاد از اینا میشه و ما اصل سرمایه خود پس از اینا میگیریم. برای اینا هم فرم داده بودیم و این فرم اینا خانه پوری کردن و ملک قریه ضمانت اینا را کردن. ما در ضمن از یک تضمین قوی میخوایم، یعنی که ما فردا اگر بتونیم مراجعه کنیم به خاطر پس تسلیمی پول خود باید یک ضمانت ما داشته باشه. همین پروسیجر کاری ماست. برای اینا هم مبلغ $950 در نظر گرفته شده که $950 را برایش همکار عزیز ما تسلیم میکنه. $950 برایش حساب. برادر عزیز، با می پول چی تصمیم داری چی کنی؟ اول سلام عرض میکنم به شما و به تمام بیننده های عزیز. با این پول میخوایم که یک کار پیش ببرم که یک چند افغانی بر شما هم فایده کنه و پولم جای با جای. بله. فعلا چی مصرفیت دارن؟ فعلا دکان دارم. اما به خاطر دکان گرفتی؟ بله.
دیگه تشکر میکنم. امیدوارم برکت پیدا کنه و از این پول شما پول بهتر و زیادتر به دست بیارین. تشکر از این کمک که با ما. تشکر. زنده باشین. طوری که در تصویر میبینین یک از فامیلایی که او رو در آغاز برنامه هم سخن شده بودن، گپ زده بودن که نانوار خانه نداره و اینا قرضه میگیره، در مقابل قرضه خود چیزی پول چیزی مواشی یا ای که کدام مالداری چیزی که میکنه از اون طریق چیزی به دست بیاوره. اینا خاص شانی بودن که تا کمره ظاهر نشه، ولی ما فقط برش گفتم که یک تصویر ما میگیریم و همان مقدار پولی که در نظر برشان گرفته شده برادر ما برشان حساب میکنه. مبلغ $950 بر اینا در قرضه داده میشه و همیشه ضمانتشان شده. یک دکاندار ضمانت شده که کاپی جواز ضمانت و کاپی جواز دکان و در ضمن تذکره همان شخص است که در اینجا بار ما در فورم خانه پوری کرده و روان کرده. همین $950 است برای شما به طور قرض حسنه به مدت 1 سال داده شد و امیدوار هستم که از این پول شما مفاد زیاد بکنین و خیر و برکت ببینین. تشکر. خیر شما. بله دوستان عزیز، یک تن از فامیلای دیگه که 4 فامیل بودن دیروز اینا مراجعه کرده بودن و ما برشان فرم دادیم که ای فرم باید یک کسی ضمانت کنه که ضمانتشان یک دکتر صاحب است که از معاینه خانه و دواخانه خود برای ما کاپی جواز خود روان کرده و اینا در فرم هم امضا کرده که ضمانت اینا را کرده و تضمین اینا شده که ما همان مقدار پولی که بر اینا در نظر گرفتیم اینا در مقابل قرض حسنه پس در مدت 1 سال برای ما میپردازه. دوست عزیز، فرم اینا خانه پوری شده و فقط همیشه یک شست شانو میمانه و دوست ما پولیشان برشان حساب میکنه. مبلغ $950 میشه که یک ذره دیگه هم چی کنین. در دست همکار ما پولیشان است که برشان میته. یعنی 2 یعنی 3 یعنی 4 یعنی 5 یعنی 6 یعنی 7 یعنی 8 یعنی 9 و این 9.5. $950 شما با می چی تصمیم دارین؟ قبلا هم شما گفته بودین که ما مالداری میکنیم یا یکی چیز میخرین، فعلا تصمیم تا نمو تصمیم است؟ ما مالداری میکنیم، یک گاو میخرم سری از این پول. انشالله که در مدت 1 سال همی پول پس کشیده میتونه و چیز مفاد برتون. انشالله وعده میکنم که پس مدت 1 سال پول پس ما پرداخت میکنم. تشکر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دوست عزیز، تشکر از حوصله‌مندیتان. جهان سپاس که تا این دم برنامه با ما همراه بودین. جهان سپاس میکنم از دوست ما استاد مسعود و از عضو تیم برنامه عزتمند نادر خیرخواه، در ضمن از حاجی صاحب مدیر که دیروز با ما همکاری کردن در ضمن فروت، از تمامی همکارای تیم برنامه عزتمند و در ضمن کامرامین عزیز ما همه ایشان تشکر میکنیم و تشکر خاص میکنم از جناب عبدالله اکبر که با این فامیلا کمک کردن و با اینا پول روان کردن تا یک چیزی بر اونا شوه و خداوند مریضایشان شفا بده. خداوند قاری صاحبا را توان توفیق بده که قرآن عظیمشان حفظ کنه. خداوند این دیگر را توان و توفیق بده که به همین پول حلال یک چیزی حلال دیگه به دست بیاره. از جمع برنامه جناب عبدالله اکبر یک بخش مانده که در ماه مبارک رمضان انشالله به نشر میرسه که ما هر فامیل مبلغ $100 در نظر گرفتیم که هر شب خانهشان میریم و مو $100 برشان تسلیم میکنیم. دوست عزیز، این بود برنامه ما، برنامه اختصاصی یا برنامه خاص ما که حضور شما ایزان تقدیم نمودیم. تا برنامه بعد که حضور شما ایزان قرار میگیریم، شما را به خداوند کریم و رحیم سپرده. هر جا باشید شاد و خرم و کامگار باشید. ولله العزة